3 ایون تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت رئیس حکومت کشور محترم امامعلی رحمان مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در مجلس نخست درباره استراتژی جلب سرمایه به جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 گزارش سلطان رحیمزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی شنیده شد. از جمله تاکید گردید که استراتژی سیاست دولتی سرمایه‌گذاری را در تاجیکستان برای دوره دراز مدت معین نموده و وظیفه‌های مشخص را بهر بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری کشور، هوسمندگردانی فعالیت سرمایه‌گذاری، تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی، رشد فعالیت صاحبکاری و جلب سرمایه به خصوص سرمایه مستقیم خارجی در بر میگیرد. سپارش داده شد که وزارت اداره‌های دخلدار و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در دایره مبلغ‌های پیش‌بینی گردیده بودجه دولتی و سرچشمه‌های دیگر عملی‌گردانی استراتژی مذکور و نقشه چاره‌بینی‌های آن را تأمین نمایند. سپس نقشه کار حکومت جمهوری تاجیکستان در نیم ساله دوم سال 2025 محاکمه شد. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان سپارش دادند که رهبران ساختارهای دولتی پیشنهاد لایحه قرارها را از روی مسائل در مجلس‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بررسی شونده در مهلت‌های معین شده تأمین نموده برای در سطح بلند تشکیلی گذراندن چاره‌بینی‌های دارای اهمیت جمهوری و بین المللی تدبیرهای مشخص اندیشند. بعد بررسی مسئله مذکور قرار دخلدار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید. در کار مجلس همچنین لایحه‌های یک قطار قانون‌ها از جمله لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن علاوه‌ها به کدکس اجرای جزای جنایتی جمهوری تاجیکستان، اوید به وارد نمودن تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره وضع حقوقی خدمتیان حربی و اوید به وارد نمودن علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مساعدت به شغل اهالی معقول دانسته شده برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارسال کرده شد. وابسته به دورنمای نشاندهنده‌های اساسی ماکرو اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2028 گفته شد که لایحه آن برای تامین اجرای مقررات استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برنامه‌های قبول گردیده دولتی و صحوی و منطقوی رشد اجتماعی و اقتصادی شهر و ناحیه‌ها تهیه گردیده است. نقشه عملی برنامه رشد کنای جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2027 در سال 2026 بررسی گردید. در فرآورد کاری مجلس حکومت کشور رهبر دولت محترم امامعلی رحمان برای اجرای سپارش‌ها، تطبیق عملی هدف‌های استراتژی، وسعت کارهای آبادانی، کشت مقصدناک زمین‌های کشاورزی، استفاده ثمرناک نیروی برق، تیاری جدی به موسم تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026، آمادگی همه‌جانبه به سال نو تحصیل سالهای 2025-2026 و استقبال سزاوار جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به مسئولین ساختارهای دولتی دستور و توصیه ها دادند.